سلام بچه ها، خوش اومدیم به ویدیو. امروز اومدیم با بازی سوپرمارکتی، شبیه ساز سوپرمارکتی. و لایک کامنت دنبال کردن یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اول اینجا یه جعبه که ما باید برش داریم و ببریمش اینجا، این بچینیمشون و بعد اینو بندازیمش تو سطل آشغال و حالا میگوی براش قیمت تعیین کنیم. خب $2 و 24 سنت و میکنیم $2 و 30 سنت. خب حالا مغازه رو میگه بازش کن، اوپن، و باز حداقل شبیه سازش از بقیه خیلی بهتره، ماشیناش حرکت کنه. اونا اینجا واسطه بودن، کیفیتش هم خیلی بهتره نسبت به اونا و اینکه انگار کریسمس هم هست. خوبه. حالا میگه بیا اینجا حسابشون کن، آموزشاش داشت چند تا برداشتیم. خب میگه $1. $1 باید گرفتم. خب یک برات بودم ولی حالا $9 و 20 ببخشید $9 و بابا 20 سنت. خب بعدی $20. خب این میگه بزن بیا اینجا برو خرید کن، اینو بزن. اوکی اینا رو که یاد داریم حاجی آقا. اینو بزنی اوکی فهمیدم. حالا اینو فهمیدم حداقل باز خوبه برای اینکه زود بیاره، نمیخواد پول پرداخت کنیم. حالا اینا رو میذاریم اینجا. ببخشید بردار. اینجا بچینشون. بعد $4. اینم $4. اینو بندازیم سطل آشغال. ای بابا اون سطل آشغال. حالا اینو براش حساب کنیم. واقعا من از کیفیتش خیلی راضیم، خیلی خوبه، خوشم اومد. اینو پرداخت کنیم. پرداخت که آره دیگه بشه. چی دارم میگم 20 سنت. نه اول فیلم رو شروع کن. هم یعنی بازی شروع کردیم. $8. میگه بیا اینجا. اینجا بر ما نیست. اینم که درش باز نمیشه متاسفانه. از این وقت میچرخه داره. بخشت اینم باز نمیشه. اینجا چی میگه؟ این نمیشه، باید تبلیغ نگاه کنیم و اینا رو الان بیایم حساب کنیم. یه پولی هم داداش مگه میای اینجا پول خورده کنین؟ خب $4. اینم $4. بعدی بازم $4. تمام شد. حالا ما حالا بریم اینجا خرید کنیم. یه از این یه گوجه، یه پرتقال، همینا. بله الان برامون میاره. منتظر میشینیم 37 ثانیه. حالا ما اینجا اینو میزنیم زودتر برامون بیاره. اینا رو میذاریمشون، قیمتشون میذاریم ما $2. بخشت حالا نمیخواد همون نیکن 99 سنت هم خوبه. این درم بذاریم. $2. اینو $2 کنیم. $2 نمیدونم سترش کنم. بعدی روغن زیتون. خب حالا کنیم $5. اگه این دوست عزیز بشه $5 و دیگه راندش میکنیم. حالا هر کی راضی بود آره، راضی هم نبود قیمتشو کم میکنیم. این هم بذاریم اون بالا. اینو که تعیین کردیم. بابا تو هم که بذاره باگ خوبی بذاریم دار. اینا رو بذاریم. این هم بذاریم اینجا.
برو. حالا بیام اینو حساب کنیم. 2 تا پرتقال 74. بعدی این هم 2 تا 398. باش میگه میخواین چی کار کنیم با این 2 تا؟ حداقل یه دو گاه کتر ازش نپرس. 4 تا نمیدونم چی کار میخوایم انجام بدیم. نه رفتی هم نداره. 9 دلار 6 دلار کثافت. 598. خب حالا اینجا یه علامتی زده اینجا. اینو گرفتیم. چه باحال. میتونیم اوکی این از این اینجوری بهتره. اینا که فعلا میگه باز بعدا باید بازشون کنیم. اینجوری واقعا باحال‌تر شد. خب حالا اینا حساب کنیم. 3 دلار چیکار میکنی بش؟ بعدی 10 دلار. بعدی 10 دلار. بعدی 40 سنت. ما 50 سنت میدیم. خب 43 دلار و 43 دلار و 70 سنت. من اینجا پول خورده کنم. 10 دلار. بعدی 4 دلار و 5 دلار میدیم. حالا اینجا یه خرید. اینجا چی میگه؟ یخچال میگه بخیر. داداش خریدم ببخشید پول ندارم. پولم داداش پول یعنی چی شد؟ ببخشید حالا فعلا بذار باشه ولشون. بریم خرید خودمون بکنیم. یه از این بخریم. نوشابه که نمیشه. اینم نمیشه. چیپس بخریم. چرا؟ اینو کمش کنم. نمیخوام نمیدونم چی میگه. متوجه نمیشم. هیچ رو نمیاره برام. دقیقا 12 دلار و 60 سنت. 10 دلار 30 دلار دادم بشه. میگه روز بعدی باید بشه. ببخشید. آره دیگه فکر کنم برای همین نمیشه. خب لول اپ شدیم فکر کنم. بله بالاخره. حالا میگه بیا اینجا اینو انتخاب کن. اینو بخیر. دیدی گفتم یه باگی داره بازی. حالا ما اینو کجا بذاریمشو نمیدونم. اینجا بذاریم خوبه. این گوشه یه جا بشه. نه خب حالا که اینو گذاشتیم میریم نوشابه و اینجور چیزا هم بخریم. خب یه دوغ یه نوشابه همینا یخچالی بود. خب اینو رو هم باز کردیم. احساسی کنم بله. میوه های جدید هم برامون باز شد. میوه ها خوراک جدید. حالا ما میگیم اینا رو برامون بیارن. حوصله ندارم منتظر بشینم. اینا رو میچینیمشون. چه باحال. خب 3 دلار. بعدی
اینو برداریم. این از این از این 73 بستشه. شیر دیگه اینقدر گرون کسی نمیده فروشه. اینم که هیچی. خب این چیه؟ من نمیدونم. یکی ازش خریدم. موز خیلی فروشات خیلی نمیخرنش. اینو میخرن. ماهی رو فکر کنم شد بخرن. و این از این بس میگم بسه ندارم بخیر. پولم نمیرسه. متاسفانه بدبخت شدیم. خب مقادر رو بازش میکنیم. این نفهمیدم تش یعنی چی. ماشالله حاجی آقا قد بلند. ببینیم مغازه رو نمیشه رفت توشون که همین دور نگاه میکنیم. نمیشه رفت. ببینیم اونجا میشه رفت. این گوشه اونجا نه میشه. اونور چی؟ اینجا میشه رفت. اینجا نمیشه. اینجا هم نمیشه. یعنی فقط همین محبته رو میشه ما بریم. خوبه کارمون را میندازه. اینا رسیدن. بله اینو برداریم. اینجا چیشون همینطور سنت دیگه نمیخواد فقط بیرونش کنم. نرم بذاریم. اینو نمیشه. بابا اینجا میشه بذاریم. اینا 50 سنت. یه چیزی هم توش نیست. اینو برداریم. داداش باز ریسیدین اینجا رو خالی کنیم. اینو 4 دلار بدیم چون آرد گرونه. موز 2 تا موز حواسم نبوده. صدا بهم واقعا دیگه من دارم سر گردانه میرم. برداریم. حالا میگه بیا اینجا. بعد اینجا قبض پرداخت کردیم. خب از این بخریم. یه از این بخریم. یه از این بخریم. یه از این بخریم. اینو مگه من نخریدم؟ یه بار دیگه هم میخریم. ببینیم چیه. این خب حالا بسته ببینم. خریدیم دیگه. میدونم این چیه. یکی دیگه هم خرید. نه بیاد داداش مثلا من دارم میخوام منتظر بشینم. نگاه کن تو راز. شبیه موز بودن. فکر کردم موزن. از اینا داشتیم. یکی دیگه هم خریدیم. ماشاءالله در پاک. نگاه کن. بازی خیلی کیفیتش این میشه دیگه. چه 50 سنت. این 50 سنت. این سنت راشقال بعدی. برخال باق خوردم 4 دلار. بعدی از اون بر
شما تشریف ببرید. وای وای وای. خب حالا ما باید حواسمون باز باید بریم بخریم. حالا ما اینجا میایم ببینیم دیگه چه چیزایی داره اینجا. اینو که نمیشه خرید. اینجا یعنی که انبه هم اضافه میشه. خب هندوانه، بستنی، نمیدونم کاکائو، مواد شوینده بهداشتی، نمیدونم نودل، بعد سس و تخم مرغ و بازم مواد شوینده و نوشابه و یه عالمه چیزی دیگه اضافه میشه که در آینده انشالله بازشون میکنیم. حالا میخوام از یه چیز زیاد بیارم. این چیه؟ نه خب همه باشن. نه همونای فکر کردم این چیزی هست. آناناس، 2 آناناس میاریم. گوجه فرنگی رب گوجه بخش. بعد حالا آلو بالو، بعد نوشابه، همینا اینا رو بیار. حالا واسه ببینم این چی میگه. دیگه برو اونجا چیزی نداره دیگه آش خانم. پولامون رو جمع میکنیم برای این. حالا این چیه؟ این مواد چیز بخشید برای تزیین مغازه است. حالا ما چی بخریمش نمیدونم. یه چیز ناب میخوام بخرم، مثلا این خوشگله. یه از اینم میخوام. داشتم برای دیست. حالا اینا رو میگیم بیارنشون. اینا بچینیم. خب حالا روز به پایان میرسونیم. 413 دلار فکر کنم سود کردیم. نه خب برو تو دیگه. وای این فقط برای یه روز بود. اینجا برای اینجا نیست، این برای اینجاست. 50 سنت که باز حوصله داره بخواد بیاد این همه چیز کنه. اینا رو هم بذاریم. اینا ببخشید اینا باید اینجا بذاریم. 4 دلار. ایوه اینو اینجا بذاریم. ستراشان اینجا، اینجا آناناس. امروز رو اینا چیز میکنیم. بابا ببند مغازه رو. کی گفت باز کنین؟ برین بیرون. اینا رو میذاریم که برای پارت بعد بریم سراغ لوازم های جدید، چیزهای جدید. بریم دیگه چی اضافه میشه به بازی. اینا رو به راه بندازم و دیگه تموم. اینا میریم اونور. خب اینو حساب کنیم. $1 $3 بعدی $3 50 سنت بهش میدیم. بعدی $6 بعدی $10. اینو میگن چرا اینو نیاوردی، چرا اونو نیاوردی. متوجه شدم. یه چرا سیب نداریم، چرا این نداریم. خدا بیرم بابا، خدا بسته است. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لطفا لایک کامنت دنبال کردن دوتون نره و اگه دوست دارین که پارت بعدی این بازی رو براتون بذارم حتما توی کامنت ها به هم بگین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.